دادگاه عراق 29 اپریل 19 زن روس و 6 زن آذربایجانی را برای عضویت و کمک در گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه همچنین 4 زن تاجیک را با همین گناه به زندان یک عمری حکم نمود. مقامات تاجیکستان میگویند در این چند سال گذشته 10 زن تاجیک به سوریه و عراق رفتند، اما بار اول است که درباره به زندان محکوم شدن زنان تاجیک در عراق گزارش نشر می شود. مومن احمدی همکاری ما این موضوع را پیگیری دارد. حالا او از مرکز خبری با ما میپیوندد. مومن سلام، چه تفصیلاتی درباره این زنها است و آیا زنهای دیگر هم در زندانهای عراق نگاه داشته می شوند؟ شهلا، هنوز معلومات دقیقی از شخصیت این زنهایی که در عراق حکم ابد گرفتند به دست ما نرسیده است، ولی ما تلاش داریم تا شخصیت این زنها رو معلوم کنیم و با پیوندان آنها صحبت کنیم. اما طبق اطلاعی که به دست ما رسیده است، در عراق زنها و کودک‌های زیادی در پناهگاه‌ها و زندان‌ها نگهداری می شوند. طبق آن معلومات رسمی که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، همراه با خانواده هایشان به عراق و سوریه نزدیک 400 زن و کودک تاجیک رفتند. بسیاری از مردان که در جنگ ها قرار داشتند کشته شدند، ولی بسیاری از زنها اسیر افتادند و در عراق، در حدود عراق و سوریه در پناهگاه یا در زندان ها نگهداری می شوند. خب، در عکسایی که از مرافعه دادگاهی زنها در بغداد نشر شد، در دست آنها کودکان نابالغ هم دیده می شود. آنها و کودکانشان را چه انتظار است مومن؟ ببین شهلا، که تاجیکستان چند روز پیش اولین بار برگرداندن کودکان تاجیک را تجربه کرد و اعلان کرد که این بسیار مشکل به دست افتاد، چون تاجیکستان نماینده رسمی در عراق ندارد و از طریق کشورهای دیگر وارد گفتگو با مقامات عراق شد تا کودکان تاجیک را برگرداند. البته تا جایی که ما اطلاع داریم برگرداندن کودکان امکان دارد، اما با پرداخت جریمه. در مورد اون زنهایی که زندانی شدند، امکانی برگرداندن آنها و ادای زندان کردن در خود تاجیکستان وجود دارد، اما متاسفانه تاجیکستان تا هنوز شرطنامه برای تبادل زندانیان با حکومت عراق ندارد. شاید در آینده چنین شرطنامه‌ای امضا شود و برگرداندن آن زنها نیز امکان پذیر شود. تشکر مومن. در ضمن از این پیشتر دخترش در روز 26 اپریل دادگاه عراق 10 زن خارجی را برای عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی به قتل محکوم کرد.